محشر نه فقط شیعه حیدر بلکه انبیا روز جزا بی سر و سامان تو، همه گدای امام حسین، حتی پیغمبران، همه گدای امام حسین، حتی پیغمبران. محشر نه فقط شیعه حیدر بلکه انبیا روز جزا بی سر و سامان تو، همه گدای امام حسین، حتی پیغمبران. حتی پیامبران محتاج امام حسین. بینندگان عزیز، نمیدانیم این آقایان این حرفها را از کجا و با چه عقل و منطقی بیان می کنند. همه انسانها فقرا و محتاج به سوی الله هستند. گفتند محبت، نگفتند جهل و حماقت. تا این حد به نظر شما این حرفها را چگونه می شود توجیه کرد؟ خودتان قضاوت کنید. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ای مردم، شما به الله نیازمندید و الله بی نیاز ستوده شده است.